آقا تو انتخاب مکانیک، تو انتخاب اتو سرویس، تو انتخاب جلوبندی ساز، تو رو خدا یه ذره تحقیق کنید، یه ذره حواستون رو جمع کنید. یه بنده خدایی دنا مدل 432 داره اومده اینجا که گیربکس من دیاگ زدم شیر برقیش خرابه. بعدش رفته پیش یه مکانیکی که من نمیدونم کیه، حالای بنده خدا پیشش گیربکس باز کرده، بهش گفته ساعتی گیربکست خرابه. گیربکس هم از قضا تازه روغنش عوض کرده بودم، بهش گفته که این روغن دیگه فایده ای نداره، برو روغا بگی بیا. اومده اینجا گیربکس 6 سرعته دیگه دنما، اومدم 6 خطش دادم برده. حالا زنگ زده به من که مکانیکه میگه روغن گیربکس رو اشتباه داده. بهش میگم چرا؟ میگه این ماشین سی وی تی میخوره. یه ذره به قول خودمون جوش خوردم، داغ کردم. بهش گفتم آخه بهش بگو طوری نیم، من بهت میدم ولی با مسئولیت خودت، اگه خودت مسئولیتشو قبول میکنی من سی وی تی بهت بدم. حالا قطع کرده.